48 قانون قدرت. رابرت گرین، بیوست الفرز. قانون 17. آوایبوکوردپرس.com. دیگران را در وضعیت ترس قرار دهید و فضای پیشبینی ناپذیر بیافرینید. حکم: انسان‌ها موجوداتی هستند که به گونه‌ای سیری ناپذیر عادت دارند با رفتارهای دیگران آشنا شوند. قابل پیشبینی بودن شما به آنها حس کنترل می‌بخشد. پس پیشبینی ناپذیر باشید و ابتکار عمل را به دست گیرید. رفتاری که در ظاهر بی‌ثبات و بی‌هدف باشد، تعادل آنها را برهم زده و برای تفسیر حرکت‌های شما خود را بیشتر مطرح می‌سازند. در محدوده گسترده‌تر، این راهبرد ترس‌آور و مهیب است. پیروی از قانون. در ماه می سال 1972 بوریس اسپاسکی، قهرمان شطرنج در ریک‌ژاویک، اسلند، مشتاقانه در انتظار رقیبش بابی فیشر بود. بر اساس جدول مسابقه‌های جهانی شطرنج این دو مرد باید با هم روبرو می‌شدند، اما فیشر به موقع حاضر نشد و مسابقه حذف شد. فیشر با مبلغ جایزه مشکل داشت. مشکل‌هایی با چگونگی توزیع پول جایزه میان برندگان و همچنین آماده سازی مسابقه در ایسلند امکان داشت فیشر در هر لحظه دب بکند. اسپاسکی سعی می‌کرد صبور باشد. مربیان روسیه وی احساس کردند که فیشر با این کار می‌خواهد او را تحقیر کرده و از بازی منصرف سازد. اما اسپاسکی خواهان مسابقه بود. او می‌دانست که می‌تواند فیشر را شکست دهد و هیچ موضوعی نباید بزرگترین پیروزی حرفه‌ای وی را خراب کند. اسپاسکی به یکی از دوستانش گفت: انگار همه تلاش‌های ما بی‌نتیجه مانده است. ما کاری نمی‌توانیم انجام دهیم. نوبت بابی است. اگر او بیاید بازی می‌کنیم، اگر نیاید بازی نمی‌کنیم. مردی که مشتاق خودکشی است حق انتخاب دارد. سرانجام فیشر به ریک‌ژاویک آمد، اما مشکلات و لغو مسابقه از سوی او همچنان ادامه داشت. او از سالن اجرای مسابقه ها متنفر بود. از نور و صدای دوربین ها شاکی بود. حتی از صندلی هایی که باید او و اسپاسکی برای مسابقه روی او می‌نشستند متنفر بود. در این وضعیت اتحاد جماهیر شوروی دست به کار شده و تهدید کرد که با این رفتارهای فیشر اسپاسکی را از مسابقه بیرون می‌آورد. این دروغ کارساز شد. پس از هفته‌ها انتظار، مذاکره‌های بی‌پایان و خشمگینانه، فیشر برگزاری مسابقه را پذیرفت. با این خبر اسپاسکی بیش از همه خوشحال شد، اما در روز معرفی رسمی و در روزی که مسابقه قرن برگزار میشد، فیشر بسیار دیر رسید، ولی این بار پیامدهای تأخیر در مسابقه رسمی شدیدتر بود. اگر بسیار دیر در صحنه مسابقه حاضر میشد، بازی اول را از دست میداد. آیا بابی فیشر نوعی بازی فکری را اجرا میکرد یا اینکه از اسپاسکی میترسید؟ به نظر استادهای بزرگ حاضر در صحنه مسابقه و اسپاسکی، بابی فیشر جوان از بروکلین نوعی دلشوره داشت. فیشر در ساعت 5:09 دقیقه، درست 1 دقیقه پیش از لغو شدن مسابقه حاضر شد. نخستین بازی مسابقه دوره شطرنج بسیار مهم بود. به همین دلیل ماه‌ها خبرساز شده بود. بازی به طور معمول یک نبرد آرام و بی صدا بود که دو بازیکن خودشان را برای جنگ آماده می‌کردند و سعی می‌کردند روش‌های یکدیگر را بفهمند. اما این مسابقه متفاوت بود. فیشر حرکت بدی در آغاز بازی داشت و اسپاسکی احساس کرد که بازی را واگذار کرده. اما میدانست که فیشر هرگز ناامید نمی شود، حتی در وضعیت کیشومات. تا لحظه آخر تلاش می کرد و حریف را از پا در می آورد. ولی انگار این بازی به راستی دست کشیده بود و ناگهان حاضران صحنه را با حرکتی عجیب مبهوت ساخت. این حرکت اسپاسکی را شوکه کرد. او با تمرکز مسابقه را ادامه داد و موفق شد برنده بازی شود. کسی نمیدانست فیشر چه برنامه‌ای دارد. آیا ترسیده و آشفته بود؟ حتی به نظر بعضی دیوانه شده بود. پس از شکست در نخستین مسابقه، شکایت‌های فیشر از اتاق‌ها، دوربین‌ها و دیگر موارد بیشتر شد. حتی در مسابقه دوم نیز دیر حاضر شد. این بار جریمه شد و یک بازی را از دست داد. با این وضع فیشر 2 مسابقه را باخته بود. تا آن زمان کسی با چنین شرایطی پیروز نشده بود. انگار فیشر سلامتی روانی خود را از دست داده بود. اما بنابر گفته شاهدان مسابقه، فیشر در بازی سوم نگاهی وحشیانه داشت که اسپاسکی را آزار میداد. با وجود دردسرهایی که برای خود ایجاد کرده بود، مطمئن به نظر می رسید.
انگار مانند بازی نخست اشتباه احمقانه‌ای مرتکب شد، اما اعتماد به نفس زیاد وی باعث شد اسپاسکی در دام بیفتد. با وجود شکاکیت روسی که در وجودش بود، او نتوانست دام را شناسایی کند و بیش از آن که بفهمد مات شد. در اصل روش‌های نامعمول فیشر به طور کامل رقیب را عصبی کرد. در پایان مسابقه فیشر با جستی به سوی یارانش رفت، در حالی که مشتش را به کف دستش میکوبید فریاد کشید با نیروی وحشیانه نابودش کردم. در مسابقه های بعدی فیشر حرکت هایی را اجرا کرد که هرگز پیشتر کسی از وی ندیده بود، حرکت هایی که شیوه وی نبودند و با این شیوه اسپاسکی اشتباه های زیادی را مرتکب شد. پس از واگذاری بازی ششم او گریست. یکی از مربیان بزرگ گفت پیش از این اسپاسکی به خود خواهد گفت که شاید رفتن به روسیه برایش بهتر باشد. پس از بازی هشتم اسپاسکی متوجه شد که چه اتفاقی افتاده. بابی فیشر او را هیپنوتیزم کرده بود. به همین دلیل تصمیم گرفت به چشمان فیشر خیره نشود. پس از بازی 14 اسپاسکی در کنفرانسی گفت کسی تلاش می‌کند ذهن مرا کنترل کند. حتی فکر می‌کرد شاید آب پرتقالی که هنگام مسابقه نوشیده سمی بوده. شاید مواد شیمیایی در هوا پخش کرده باشند. در نهایت اسپاسکی گروه فیشر را متهم ساخت که در صندلی‌ها چیزی قرار دادند تا ذهن او را تغییر دهند. کگابه وارد عمل شد و اسپاسکی اتحاد جماهیر شوروی را شرمنده ساخت. صندلی‌های تکه تکه شده با اشعه ایکس بازرسی شدند. شیمیدان‌ها چیزی درون آنها پیدا نکردند. تنها چیزی که پس از جستجوی فراوان در سالن پیدا کردند 2 مگس مرده در لامپ نور بود. اسپاسکی دچار توهم شده بود. سعی کرد به بازی‌ها ادامه دهد اما ذهنش درگیر شده بود. او نتوانست مسابقه ها را دنبال کند. در 2 سپتامبر از بازی کناره گرفت. با اینکه بسیار جوان بود اما هرگز پس از این شکست به وضعیت پیشین برنگشت. تفسیر: در بازی‌های پیشین میان فیشر و اسپاسکی، فیشر بازی خوبی نداشت. اسپاسکی توانایی عجیبی در خواندن راهبرد حریف و کاربرد آن علیه خودش داشت. با صبر و تحمل در بازی حمله هایی را اجرا می کرد که در حرکت 70 برنده شود، نه در حرکت 7. اسپاسکی در همه مسابقه ها فیشر را شکست داده بود، زیرا همیشه حرکت های بدی را می خواند و روانشناس باهوشی بود که هرگز کنترلش را از دست نمی داد. یکی از مربیان می گفت او برای بهترین حرکت بازی نمی کند، بلکه حرکتی را انتخاب می کند که حریف را نابود سازد. سرانجام فیشر دلیل پیروزی اسپاسکی را فهمید. اسپاسکی بر اساس پیشبینی پذیر بودن حرکت‌های شما بازی کرده و در بازی خودتان شما را شکست می‌دهد. همه تلاش فیشر در مسابقه این بود که کنترل بازی را در دست گرفته و اسپاسکی را نامتعادل سازد. به طور طبیعی انتظار بی‌پایان بر روان اسپاسکی تأثیر گذاشت، اما مهمترین ویژگی فیشر در این مسابقه ها اشتباه‌های دقیق و نداشتن یک راهبرد مشخص در ظاهر بود. در حقیقت برای اختلال در الگوهای قدیمی خود هر کاری کرد. حتی با این شیوه بازی نخست را باخته و دومین بازی را از دست داد. اسپاسکی معروف به خونسردی و معقول بودن در بازی بود، اما برای نخستین بار در زندگیش رقیب را نشناخت. او به آرامی ذوب شد و در نهایت اسپاسکی فردی کم عقل شناخته شد. شطرنج اساس تمرکز زندگی را در بر دارد، زیرا نخست باید شکیبا و آینده نگر باشید. دوم اینکه چون این بازی بر اساس الگوهایی شکل گرفته با حرکت‌های پیوسته‌ای که پیش از بازی اجرا می‌شوند و در بازی تکرار شده و در هر مسابقه تغییرهای اندکی در بر دارند، حریف الگوهای بازی شما را تحلیل کرده و برای پیشبینی حرکت بعدیتان از آنها استفاده می‌کند. اگر اجازه ندهید بر اساس پیشبینی حرکت‌هایتان راهی را در پیش گیرد، بی‌نهایت موفق خواهید بود. در شطرنج مانند زندگی، وقتی دیگران حرکت‌های شما را نتوانند پیشبینی کنند، در وضعیت ترس، انتظار، سرگردانی و گیجی خواهید ماند. زندگی در دربار یک بازی فکری و جدی مانند شطرنج است. باید نیروها و ابزارمان را طرح کرده، برنامه‌ای را پیاده کرده و دنبال کنیم و با زیرکی طرح‌های حریف را پس بزنیم. گاهی بهتر است خطر کنیم و با بی‌برنامگی بازی کنیم و حرکت‌های پیش‌بینی ناپذیر داشته باشیم. ژان دلا برویر. کلیدهای دستیابی به قدرت. هیچ چیز بیشتر از پیشبینی ناپذیر بودن ترسناک نیست. به همین دلیل از زمین لرزه و گردبادهای شدید تا این اندازه می‌ترسیم.
زیرا زمان روی دادن آنها را نمی‌دانیم. وقتی یک بار اتفاق بیفتد با ترس منتظر بعدی می‌مانیم. رفتار پیشبینی ناپذیر اطرافیان تأثیری همسان بر ما دارد. حیوانات الگوهای خاصی را دنبال می‌کنند. به همین دلیل می‌توانیم شکارشان کرده و بکشیم. تنها انسان می‌تواند آگاهانه رفتارش را تغییر دهد و عادت‌ها و رفتارهای روزمره را بسنجد. اما بیشتر مردم این قدرت را نمی‌شناسند. آنها حتی روزمرگی را ترجیح می‌دهند و طبیعت حیوانی را که در آن کارها بدون اختیار به صورت همسان بارها تکرار می‌شود می‌پسندند. آنها این روش را دنبال می‌کنند زیرا اجرای آن بدون تلاش بوده و به اشتباه فکر می‌کنند که با برهم زدن آرامش دیگران تنها خواهند ماند. انسان قدرتمند با برهم زدن دقیق آرامش اطرافیان هراسی در آنها ایجاد می‌کند که باعث می‌شود قدرت عمل را در دست بگیرد. گاهی لازم است بدون آگاه کردن دیگران به آنها حمله کنید و زمانی که انتظار چنین رفتاری را ندارند آنها را دلواپس کنید. این شیوه را قدرتمندان قرنها به کار برده‌اند. فیلیپو ماریا، آخرین دوک ویسکونتی میلان، در قرن 15 آگاهانه رفتاری را برخلاف انتظار عموم انجام میداد. برای نمونه ناگهان به یکی از درباریان توجه میکرد و آنگاه زمانی که او منتظر بهبود جایگاه بود با بدترین توهین‌ها تهدیدش میکرد. گاهی چنین فردی تصمیم ترک دربار را میگرفت که در نهایت شگفتی ناگهان مورد توجه دوک قرار میگرفت. درباری فکر میکرد که شاید سزاوار بهبود جایگاه نبوده و به گونه‌ای رفتار میکرد که خواستش خواسته نادرستی فرض شود و دوک به خاطر نداشتن بلند همتی او را توبیخ کرده و از دربار خارج میکرد. راز رفتار فیلیپو بسیار ساده بود. نباید تصور کنید که خواسته او را میدانید. تلاش نکنید که حدس بزنید چه چیزی او را شاد میسازد. در رابطه با چنین فردی خواسته‌ای نداشته باشید، بلکه تنها تسلیم خواسته‌هایش شوید و آنگاه منتظر بمانید. دوک با وجود گیجی و درماندگی که ایجاد می‌کرد، بدون درگیری با آرامش و در صلح حکومت داشت. پیشبینی ناپذیر بودن بیشتر تاکتیک رهبران است، اما زیردستان نیز می‌توانند آن را به کار بگیرند. اگر در موقعیت دشواری قرار گرفته اید یا بیش از اندازه برای اطرافیان آشنا شده اید، به سوی رفتارهای پیشبینی ناپذیر بروید. دشمنان شما به اندازه گیج می‌شوند که عقب نشینی کرده یا اینکه حرکت اشتباهی انجام خواهند داد. در بهار سال 1862 مصادف با جنگ داخلی آمریکا، ژنرال استونوال جکسون و نیروی تشکیل شده از 4600 سرباز متحد نیروهای بزرگتر متحد دره شانداوا را در تنگنا قرار داده بودند. در این میان ژنرال جورج برینگتون مکلان که گروهی در بردارنده 90,000 سرباز متحد را راهبری می‌کرد برای محاصره ریکموند ویرجینیا، مرکز نیروهای متحد از واشنگتن دی به سوی جنوب در حرکت بود. با گذشت هفته‌ها درگیری، جکسون مرتب سربازانش را از دره خارج کرده و دوباره به آن باز می‌گرداند. رفتارهای جکسون اهمیتی نداشت، اما برای دفاع از ریکموند چه برنامه‌ای داشت؟ آیا او به واشنگتن می‌رفت و غیبت مکلان او را بی پشتیبان کرده بود؟ آیا با هدایت به سوی شمال قصد هرج و مرج داشت؟ چرا ارتش کوچک وی به دور خود میچرخید؟ حرکت‌های نامشخص جکسون باعث شد که ژنرال‌های اتحادیه حرکت ریکموند را فراموش کرده و منتظر نتیجه رفتارهای جکسون بنشینند. در این بین جنوب میتوانست نیروهای امدادی را به شهر وارد کند. نبردی که میتوانست سربازان متحد را تار و مار سازد به بنبست کشیده شد. جکسون همیشه در برخورد با نیرویی که از نظر تعداد بر او برتری داشت چنین رفتاری میکرد. او میگفت تا جایی که امکان دارد دشمن خود را گیج و گمراه سازید. چنین روش‌هایی هر بار به پیروزی میرسید و یک ارتش کوچک ارتش بزرگتری را نابود میساخت. این قانون نه تنها در جنگ بلکه در وضعیت‌های دیگری نیز به درستی کار می‌کند. دیگران همیشه تلاش می‌کنند انگیزه رفتاری شما را بفهمند و از ویژگی قابل پیش‌بینی بودنتان علیه شما استفاده کنند. با رفتار به طور کامل نامشخص آنها را در وضعیت دفاعی نگه می‌دارید، زیرا آنها نمی‌توانند شما را بفهمند و عصبی خواهند شد و در چنین وضعیتی به راحتی به هدف دلخواه خود می‌رسید. پابلو پیکاسو گفته بهترین محاسبه نکردن است. زمانی که به سطح خاصی از شناسایی می‌رسید، دیگران به راحتی کارهای شما را می‌فهمند و دلیل این درک هوش آنهاست. به همین دلیل طرح برنامه‌های دقیق بسیار احمقانه است. بهتر است کارهای شما بسیار منظم و قابل پیش‌بینی نباشد.
پیکاسو برای مدتی با دلال هنری پال روزنبرگ کار میکرد. اوایل کار پیکاسو فروش نقاشی‌هایش را به وی سپرده بود، اما یک روز بدون دلیل مشخصی به روزنبرگ گفت که برای فروش کارهایش را به او نمی‌سپارد. پیکاسو بیان کرد که روزنبرگ 48 ساعت آینده را به کاری که انجام داده بودم فکر کرد. آیا قصد معامله با فروشنده هنری دیگری را داشتم؟ من به کار ادامه دادم و استراحت کردم، اما روزنبرگ فکر می‌کرد. 2 روز بعد برگشت و با صدای ناراحت و عصبی گفت: دوست عزیز، اگر مبلغ زیادی برای نقاشی‌های شما پیشنهاد کنم، مبلغی که تاکنون برای هیچ کاری نپرداختم، مرا رد نمی‌کنی، نه؟ پیشبینی ناپذیر بودن نوعی اسلحه ترسناک است. اختلال در الگوهای روزانه شما را هیجان انگیز و جالب می‌سازد. اطرافیان درباره شما صحبت می‌کنند و انگیزه‌های متفاوتی را به شما نسبت می‌دهند که حقیقی نبوده، اما شما را همیشه در ذهن آنها نگه می‌دارد. در آخر هر اندازه دمدمی‌تر نمایان شوید، احترام بیشتری به دست می‌آورید. تصویر ذهنی: سیلیکون طوفان چرخنده، بادی که پیش بینی ناپذیر است و تغییرات ناگهانی در فشارسنج، جهت‌ها و سرعت به همراه دارد. در برابر این باد هیچ دفاعی وجود ندارد. سیلیکون باعث ترس و آشوب می‌شود. ادامه. سند: حاکم هوشمند به اندازه رمزآلود است که انگار جایی ساکن نیست. به اندازه نامشخص است که انگار نمیتوان او را یافت. او بدون زحمت در بالا استراحت کرده و وزیرانش در پایین میلرزند. هانفی توزو، فیلسوف چینی، قرن سوم پیش از میلاد. استثناء: گاهی اوقات قابل پیش بینی بودن میتواند به سود شما باشد. با ارائه الگویی آشنا به دیگران می توانید آنها را در آرامش بخوابانید. آنها بر اساس اطلاعات از پیش فرض شده نسبت به شما خود را آماده می سازند. به روش‌های گوناگونی این کار امکان پذیر است. نخست اینکه پوشش خلق می کند. صحنه‌ای که به راحتی در پشت آن رفتارهای فریبنده خود را انجام می دهید. دوم اینکه باعث می شود در مواردی نادر به طور کامل خلاف الگوی خود عمل کنید. با برهم زدن آرامش حریف و بدون هل دادن اون نقش زمین می شود. در مسابقه های مشتنی سال 1974 در رده سنگین وزن محمد علی کلی و جورج فورمن روبروی هم قرار گرفته بودند. همه می دانستند چه اتفاقی خواهد افتاد. جورج فورمن بزرگ در حالی که محمد علی کلی اطرافش میچرخید او را با یک مشت ضربه فنی کرده و از پای در میآورد. این شیوه کلی بود و او در بیشتر از 10 سال در نبردهایش این شیوه را تکرار کرد. اما در این وضعیت انگار فورمن سود می‌برد. او یک مشت ویرانگر به علی وارد کرد و اگر منتظر میشد کلی دیر یا زود به سوی او برمیگشت. محمد علی کلی استاد طراح طرح‌های دیگری داشت. در کنفرانس مطبوعاتی پیش از نبرد گفت که چگونگی مبارزه‌اش را تغییر داده